میگه درختی غم در دلم کرده ریشه، به درگاه خداوند نالم همیشه. عزیزان قدر یکدیگر را بدانید که اجل سنگ است، آدم مثل شیشه. یا وقت ساعت 2 ساعت 3 زنگ میزنه که بیا که احمد مرد، اپد مرد، بیا که همون خواهری بیوت مرد که در خانت می اومد میز قدی برای کودکش مرد کمون. آب با میگو که دیگه دیر شید. خلاص شدیم همه دنیای بی وفا. ای دنیایی که در خانه اکه رفتم رو هم ندادم، خانه اپا رفتم رو هم ندادم، خانه دادر رفتم رو هم ندادم، همه طالب زد، همه گو رستم تیخلی نه که من بیرم امروز بعد بشینه بالای سری ما گریه کنیم. من امروز بیرم و بعد قدری ما را بدونیم. رستمی که در کجا میگذشت نمیگفتنش سلامش نمیدونم. امروز از مای بختر میام فلانی یک کلاب مسکاز که جنازه میوید، ملائکه میاد دلی من رو میدونم که محبوبی من مرده برا جنازه شو بکن، دوستی من مرده بخی برا. رستمی که یک دنیای چی ندیدالی رسول خدا صلی الله علیه وسلم نگو 1500 سال پیش که میگه یه روزی شسته بودم حضرت جبرائیل آمد، ایزا جا جبرائیل قال یا رسول الله، جبرائیل آمد گو ای رسول خدا احببت من شهید فینک میتون، هر کس دوست بداری دوست بدار که یه روزی او را میکشیم یا ترا میکشیم. امروز این رستم برده است. یا محمد گفت احببت من شهید فینک تفرقو، ای محمد کسی را دوست میداری دوست بداری یه روز او را تایت جدا میکنیم یا او را جدا میکنیم. اکا و داداری کنیم، خیش تاوری کنیم، اپا و خواهری کنیم. اپا در خانه درآمد نزد و خنده قبولش کرد و آونون قبولش که یه روز میره بینم خیلی رستم واری بالای سرش دیگه گیری و محکنی میکنی در کار نیست.